در تیزر دوم قسمت 22 سریال ترکی لیلا میبینیم که لیلا وضعیت روحی خوبی نداره و فکر انتقام و بازیای نور داره اونو دیوونه میکنه و آزارش میده. به خاطر همین سما که به شدت نگرانشه بهش میگه نمیخوای نور و این خانواده لعنت شده رو ول کنی بری؟ واسه خودتو جیوانی زندگی خوب بسازی؟ لیلا که گوشش به این حرفا بدهکار نیست به سما میگه من به خودم یه قول دادم، بذار به قولم عمل کنم. از اون طرف نور دوباره همه رو بازی داده و به خونه برگشته و میخواد تست دی ان ای بده که ببینه بچه‌اش از طوفان یا مالی. مالی هم مثل سگ ترسیده و بهش میگه اگه تو تست دی ان ای بچه از من در بیاد چی؟ میخوایم چیکار کنیم اون وقت؟ نور مثل همیشه که تو بدترین شرایط خیلی خونسرد برخورد میکنه بهش میگه یه راه فرار پیدا میکنم ولی با هم. در تیزر اول که دیدیم مالی با لیلا با تندی و لحن بدی صحبت میکنه جیوان اونا رو میبینه و میاد با مالی درگیر میشه و اونو میزنه و میگه داری چی کار میکنی مرتیکه؟ نور که ولکنه لیلا نیست به هر روشی که بلده تحقیرش میکنه و بیشتر به روحیش ضربه میزنه. اون به لیلا میگه یه چیزی بهت بگم اگه من نباشم تو این خونه یه داستان هم نداری یتیم بیچاره. لیلا که نمیتونه خودشو کنترل کنه بهش میگه تو رو تیکه پارت میکنم. و در همون لحظه طوفان و جیوان از بیرون یه صدایی رو میشنون و با عجله به اونجا میرن. ایپک مامانش رو صدا میزنه و از پله ها میاد پایین که مشخص میشه لیلا نور رو از پله ها پرت کرده پایین که معلوم نیست بچه‌اش سقط میشه یا نه. در سکانس‌های دیگه هم نشون میده که لیلا از خونه میزنه بیرون و یه جا تنها نشسته گریه میکنه و یکی میاد پیشش که براش یه بسته دستمال کاغذی نگه میداره که معلوم نمیشه کیه، اما لیلا با دیدنش تعجب میکنه. به نظر شما کی میتونه باشه؟ و نظرتون در مورد سقط شدن بچه نور چیه؟ توی کامنت ها به همون بگین و برای حمایت از ما عضو کانالمون بشین.